باز هم عرض سلام و ادب خدمت همه شما همدیاران، هموطنان و برادران گرامی قدر. امیدوارم که تن صحت و سلامت باشید. برادران گرامی، ما دیروز در برنامه 10 دقیقه جشن استقلال را تبریک گفتیم و اون رو در کانال جوانان تاجیکستان کویوس تاجیکستان گذاشتیم و شما میتونید این برنامه رو برید تماشا کنید و انشالله که یک چیز خوب از این برنامه برمیگیرید. و امروز تصمیم گرفتیم طول چند ساعت دیگر در پخش مستقیم در حضور شما قرار بگیریم، راجع به این جشن آوری و این روزی ارزشمند تاجیکان یک صحبتی کوتاهی داشته باشیم. برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم، همونطوری که شما میدونید ما دیروز در تاجیکستان جشن استقلال داشتیم و همه هموطنان ما یکدیگر را تبریک میگفتند و خودی امامعلی رحمانوف رئیس غیر قانونی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند نیز یک تبریکات به مردم تاجیکستان انجام داد و یک صحبت کنی سخنرانی طولانی کرد و در اونجا جشن آوری کنسرتی انجام داده شد. یک چیز دیگر را دوستان عزیز یادآور کنیم که در این روز قهرمانی مردم تاجیک بیشتری مردم تاجیکستان را قبول میکنند، قبول دارند. احمدشاه مسعود نیز در همین روز، یعنی در روز 9 سپتامبر به شهادت رسید و این روزی غمگین برای اکثری تاجیکان است و در این سوی امو روزی جشن استقلال است و روزی شادی برای دیگری مردم تاجیکستان. و البته این دو روز دو عملی متفاوت و این دو قضیه متفاوت در یک روز شدنش یک عملی تصادفی نیست، البته هدفمندانه انجام شده است. ولی به هر صورت ما امروز تصمیم گرفتیم در یک ساعت آخر در حضور شما قرار بگیریم و موضوعی استقلالیت و ارزش آن را برای شما صحبت کنیم و ببینیم که در طول 33 سالی که ما و شما استقلال به دست آوردیم چه عملها و چه کارهایی را انجام دادیم و سببگاری به استقلال رسیدن ما و شما چی بود. هموطنان و همدیاران عزیز و گرامی قدر، همونطور که شما میدونید بعد از اونی که کشوری شوروی برای دموکرات کنونی مناطق خود از سالهای 80 آغاز کرد، یک ریفرم جدید را به میان آمد بعد از به سر قدرت آمدن گورباچوف و این روند آغاز شد و این برای تاجیکان و مخصوصا مردم تاجیکستان یک فرصت خیلی بزرگی را به میان آمد که روندهای ملی کنونی جامعه ما و شما آغاز شود و مردم تاجیکستان واقعا توانستند خیلی تلاش‌های زیادی کنند که برای برگردانیدن زبان خود، تدریس آن و فرهنگ خود تلاش‌های زیادی کنند که این جامعه ما را واقعا به یک بیداری و آگاهی و خودآگاهی ملی آورده رساند. البته مردم دیندار تاجیکستان هم در این 10 سال خیلی تلاش‌های زیادی کردند و اون 60 سالی که در دوران شوروی زیر ظلم و ستم و استبداد قرار داشتند توانستند در این 10 سال آخری که کمی آزادی برای این مردم داده شده بود از این آزادی استفاده ببرند و همون بازداده ها و همون چیزهایی را که از دست دادن در این 10 سال بر بگردانند بگیرند. و خوشبختانه سال 1991 بعد از اون مشکلات هایی که به میان آمد ما و شما توانستیم که با آسانی این استقلال رو به دست بیاریم و شوروی پراکنده شد و ما همون جمهوری شوروی تاجیکستانی که بودیم استقلال رو به دست آوردیم. البته در بعد از به دست آوردن استقلال ما با یک بحران سیاسی در داخل تاجیکستان روبرو شدیم که عاقبتش جنگ شهروندی بود و 150,000 شهروند جمهوری تاجیکستان که به هلاکت رسیدن در این جنگ یا که کشته شدن از هر دو طرف. هموطنان و دوستان گرامی قدر، باید بدونیم که ما و شما در همین روند دموکرات کنونی جامعه، در همین روند بیداری ملی تاجیکان، کیها ارزش داشتن، کیها قدر داشتن و کیها جان فدایی کردن و کیها سببگار شدن که این استقلال به دست بیاره. این نقطه ها را خواهیم دید و علاوه بر این من میخواهم که پیش از آنی که بر بگردیم با اون چیز یک نقطه رو در ویکی‌پدیا تاجیکستان بررسی کنیم و ببینیم که خود امروزه حکومت تاجیکستان چه کارهایی را انجام میدهد برای تدریس جوانان و استقلال آن کشور که آنها از استقلال و روند به دست یافتن استقلال تاجیکستان چی بگیرن. بعدا برمیگردیم با اون چیزهایی را که این بزرگان اقوام ما، این بزرگان ملتی ما برای به دست آوردن استقلال تاجیکستان چه کارهایی را انجام دادن و آیا ما
قدر آنها رو میدونیم یا نمیدونیم. و بیایید ما اول ویکی‌پدیا تاجیکستان رو باز میکنیم و استقلال از ویکی‌پدیا تاجیکی نظر میکنیم که زیر حمایت حکومت تاجیکستان راه اندازی کرده می شود و با زبان تاجیکی فقط از طریق حکومت و نمایندگان اون در ویکی‌پدیا کار میکنن و این چیز رو می نویسند. همونطوری که با ما معلومات رسید و وجود دارد، ویکی‌پدیا تاجیکی و زبان تاجیکی متاسفانه به حد کنترل شدیدی از جانب حکومت دیکتاتوری امالی رحمانوف می شود و هر مطلبی که در اونجا نشر کرده می شود و اگر پابند با اون پیوندگ یا این چیزی دقیقی که نباشد که در اونجا همون لینک گذاشته شود و فکت جدید اون رو از طریق حکومت عوض میکنن، تغییر میدن و اون چیزی که خودشان میخواهد نسبت این آن می نویسن. برای همین اساس بیایم ما یک بار ویکی‌پدیا را نظر میکنه و این چیز از ویکی‌پدیا نگاه میکنه و بعد میگردیم ان شاء الله به اون طرف موضوعی که خودمون میخوایم صحبت. هموطنان عزیز گرامی، همونطور که شما میبینید من در اینجا در ویکی‌پدیا روز استقلال جمهوری تاجیکستان رو به نمایش گذاشتم در روی اکران شما. همونطور که میبینید در اینجا ما این رو از اول تا آخر میبینیم و میبینیم که آیا در ویکی‌پدیا تاجیکی برای به دست آوردن استقلال اسمی که ها نوشته شده است و چگونه این استقلال به دست ما آورده رسیده است. این چیز رو ما یک بار میخونیم و میبینیم و علاوه صحبت دوام میدیم. در نیمه دوم سالهای 80 عصر 20 بعد از سرشوی روندهای دموکرات کنونی جامعه در جمهوری اتحادیه شوروی روسی SSSR جنبش سازمانهای ملی دموکراتی به میان آمدند. سیاست اصلاحات های دموکراتی و مخصوصا آشکار بیانی که از جانب رهبریت حزب کمونیستی به میان آورده شده امکانیت فراهم آورد که کمودی های سیاست کمونیستی زمان شوروی آید به وضع اجتماعی و سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سیاست ملی در جمهوری ملی در جامعه بررسی و محاکمه کرده شود. جنبش سازمان‌های ملی دموکراتی در آخر سالهای 80 ابتدای 90 تاجیکستان تشکیل یافته کمبودی‌ها در جامعه جمهوری جایگزین شده را با الیت رهبری کننده حزب دولتی جمهوری و حزب کمونیستی به واسطه رهبری همون طرفان نسبت می‌دادند. در آخر سالهای 80 مبارزه جنبش سازمان‌های ملی دموکراتی جمهوری برای استقلال تاجیکستان سر شد. 24 آگوست سال 1990 در اجلاس دوم شورای عالی تاجیکستان برای بار اول اعلامیه استقلال جمهوری شوروی سلسله تاجیکستان در هیئت اتحادیه شوروی قبول شده بود، ولی این حجت استقلال کامل را پرره تامین کرده نمیتوانست. بیاد پیش از آن که دوستان عزیز دوام این مطلب را بخونیم، در همین جا ما یک نقطه را با هم اهمیت بدیم که در همین جا یک نقطه خیلی مهمی را برای همه هموطنان ما ذکر کرده شده، چیزی که در صحبت‌های امام علی رحمان و در تدریس مکتب گفتن نمی شود. ببینید در آخر سالهای 80 مبارزه جنبش سازمان‌های ملی دموکراتی جمهوری برای استقلال تاجیکستان سر شد. 24 آگوست سال 1990 این را خوب اهمیت بدید. اجلاسی دومی شورای عالی جمهوری شوروی سلسله تاجیکستان بار اول اعلامیه استقلال جمهوری تاجیکستان شوروی سلسله تاجیکستان را در هیئت اتحادیه شوروی قبول شده بود، ولی این حجت استقلال کامل را مملکت را پورا تامین کردن نمیتوانست. ببینید این حجت یک عده استقلال و آزادی ها را برای مردم تاجیکستان آورد، الکی یک قدم به سوی چی بود؟ به سوی به دست آوردن استقلال و مبارزه بردن در مقابل حکومت شوروی. شما این را خوب دقت بدید وقتی که ما میگیم که اینجا زحمت های هزارها بزرگان اقوام ما وجود داشته است و اونها در اینجا سهم گذاشتن، جان فدایی کردن و شاید دهاش پشت پنجره برده شدن، امروز اسم از آنها گرفتن نمیشه، در تاریخ نوشته نمیشود. در ویکی‌پدیا در همین جا خودی حکومت هم با به اصطلاح اینها را مینویسد، اگرچه اسم بیان نمی کند اینها را در یک عده جا کرده است و اگرچه باید ویکی‌پدیا در دست دانشمندان تاریخی باشد که اونها را به اصطلاح کامل برای خوانندگان تاجیکستان و جهان بنویسند که ما از این معلومات بیشتری بگیریم، ما بیشتر معلومات داشته باشیم تا اینه که بتوانیم بخوانیم و درس بگیریم که استقلال به دست ما چطور آمد. حالا برای این دهه 80 تا دهه 90 باید ما 100%
معلومات بیشتری داشته باشیم که در اینجا کیها سهم گذاشتن، کیها جان فدایی کردن، کیها تلاش کردن، چه روانهای ملی به میان آمد، چه روانهای دینی به میان آمد، اینها چه تأثیر گذاشتن که توانستند در اون زمان یک تأثیر، یک تصمیم بگیرن که برای استقلال کردن تاجیکستان، برای آزاد کردن تاجیکستان چور کنن، این تصمیم رو بگیرن. حد امکان اگرچه این کاغذ نشانه کامل استقلال به میان آورد، ولی در عموم این چیز در اون زمان با فشار و تلاش زحمت اکثری بزرگان قوم ما به میان آمد. خب نگاه کنیم دوستان گرامی، دوامش را میخوانیم. پس از تبادلات بی‌قرار کمیته دولت وضع فوق‌العاده که کمونیستان تندرو 19 و 21 آگوست سال 1990 در شهر مسکو تشکیل نمودند، از نو مبارزه جنبش سازمان‌های ملی دموکراتیک تاجیکستان برای استقلال کامل تاجیکستان از اتحاد شوروی اوج گرفت. گردهمایی سر آدم در شهر دوشنبه و بعضی از شهرهای جمهوری برگزار می‌گردید و اعلان نمودند که استقلال جمهوری تاجیکستان طلب می‌کردند. با طلب تظاهرات کنندگان گردهمایی در دوشنبه اجلاسی غیر نوبتی شورای عالی جمهوری تاجیکستان دعوت کرده شد. 9 سپتامبر سال 1991 وکیل اجرایی غیر نوبتی شورای عالی جمهوری تاجیکستان دعوت 12 حجتی اظهارات درباره استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را قبول نمودند. همین حجت تاریخی قانون استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را به اهل بشر اعلان کرد. خب اینجا شما دیدید که دوستان گرامی در قسمت دوم این در اینجا واقعا درباره به دست آوردن استقلال کامل در روز نهم برای به تلاش مردم تاجیکستان دینبار چکار کردن، این اجلاسی در سال 1991 9 سپتامبر تشکیل کردن و تاجیکستان رو به رسمیت شناختن. ولی در اینجا اسم از بزرگانی که در اینجا تلاش کردن، اسم از اشخاصی که امضا گذاشتن ذکر کرده نشده است، اصلا نوشته نشده است. یعنی اجر نگذاشتن و قدر نکردن چون این بزرگانی که جان فدایی کردن، تلاش و کوشش کردن برای به دست آوردن استقلال تاجیکستان. ببینید این چیزها خیلی مهم است. بیا همین رو ما میگذاریم به زبانی، مثلا ببینیم در زبان روسی و یا که زبانی فارسی و یا هر زبانی دیگری اگر ما اهمیت بدیم بخونیم. مثلا بیا زبان فارسی رو نگاه کنیم. در زبان فارسی چی میگوید؟ خب در زبان فارسی زیاد نه، بیا زبان روسی اش را، روز استقلال تاجیکستان، حالا به هر صورت بیا در زبان روسی ببینید. در زبان فارسی متاسفانه کم بیان کرده است به خاطر. خب این در زبان روسی است. همینطور که شما میبینید دوستان گرامی در زبان روسی بیشتر در این باره نوشته شده است. ما بالای این را که چگونه تلاش کوشش کردن نمیخونیم، ولی همین نقطه آخری که تاریخ همون سند اصلی استقلال جمهوری تاجیکستان نوشته شده بود و مقایسه با اون چیزی که در ویکی‌پدیا تاجیکی نوشته شده بود اون رو میخونیم. 9 سپتامبر 1991 год 9 сентября 1991 году на сессии Шурой Оли Республики Таджикистана, Верховного Совета Республики Таджикистана было принято постановление заявление о государственной независимой Республике Таджикистана. И именно подпись Кадырдин Аслонова. شما اینجا خوب نگاه کنید. именно подпись Кадырдин Аслонова стоит под исторической декларацией о независимости Таджикистана 1991 года. خب ببینید دوستان گرامی، قدردین اسلانوف در زبان روسی در اینجا ذکر کرده می شود. کسی که تلاش کرده بود برای به دست آوردن استقلال جمهوری تاجیکستان در دوران ریاست او که ریاست پیشینه شورای عالی را در دست داشت، تمام تلاش ها را برای برقرار کردن استقلال، اگرچه فشارها از جانب مردم و بزرگان ملت به میان آمد، همون گونه ای که تظاهرات های گوناگونی کردن میشد برای استقلال را برقرار کردن، اگرچه ولی گوش شنوای در حکومت وجود داشت و قدردین اسلانوف کسی بود که این چیز را میشنوید و میدید و کاری کرد که استقلال کشور را اون امضایش را گذاشت. هر کس این جسارت را نمیکرد و ببینیم که حالا ما درباره قدردین اسلانوف بیاد کمی که معلومات بگیریم. این را من کنار میزنم. درباره قدردین اسلانوف کمی دیگر ما معلومات میگیریم که قدردین اسلانوف
کس و چی کارها را انجام داده است و بعد میگردیم ان شاء الله به دوام برنامه. خب دوستان گرامی، قدردین اسلانوف در زبان تاجیکی متاسفانه زیاد نوشتهش نشده است که کیست. بیا یک بار ما زبان تاجیکی قدردین اسلانوف رو ببینید. در زبان تاجیکی قدردین اسلانوف طبیعتا هیچ چیز نوشته نشده است. یعنی زندگی نامه این شخص در زبان تاجیکی در ویکی‌پدیا اصلا نوشته نمی شود. یعنی چیزی دیده نمی شود. یک انسانی که تمام تلاش‌ها را کرد، اولو ما درباره معلوماتش بیشتر در روند برنامه ذکر میکنیم، ولی چیزی مهمی که این انسان اجرا کرد و انجام داد امضای استقلال کشور ما و شما توسط همین شخص نوشته شده است و امضا کرده شده است. ولی در ویکی‌پدیا تاجیکستان کسی که سرنوشت تاجیکان، سرنوشت امروزه تاجیکستان را امضا گذاشت، امروز در ویکی‌پدیا تاجیکی درباره‌اش این قدر می‌نویسن. ببینید، بیا یک بار دقیقاً میخوانیم تا اینکه شما بینندگان عزیز ببینید که حکومت امروزه رحمانوف برای استقلال چه کارهایی را انجام می‌دهد. آیا برای استقلال ما و شما کارهایی را انجام می‌دهد یا که نه؟ ببینید، اسلانوف 29 می سال 1947 نوامبر سال 1992 خادم حزب دولتی شوروی و تاجیک، رئیس شورای عالی جمهوری شوروی سوسیالی تاجیکستان 1990-1991. خب فقط یک سال حکمرانی کرد. زندگی نامه قدردین اسلانوف 29 می سال 1947 در ولایت غرمی جمهوری شوروی سوسیالی تاجیکستان تولد شده است. تحصیلات و فعالیت مهنتی: دانشکده خواجگی قشلاقی تاجیکستان را در سال 1960 ختم کرده است. فعالیت کاریش را در مدیر کارگاه آغاز کرده است. همچنان مکانیک بریگاد کلخاز از سال 1960 تا سال 1973 کار نموده است. فعالیت سیاسی: از سال 1983 تا سال 1988 کتاب یکم کمیته ناحیوی 5 حزب کمونیستی تاجیکستان، او رئیس کمیته اجرایی ولایت قرغن‌تپه بود. مرگ: ببینید تمام. یعنی درباره مرگش دو نقطه دیگه گفته شده است، ولی در عموم اگر ما بر بگردیم هیچ نقطه‌ای درباره فعالیت اصلی این شخص که در یک سال حاکمیتش در همین رئیس اجلاس شورا چی کارهایی را انجام داده بود، یعنی در همین باره درباره اسلانوف در زبان تاجیکی در ویکی‌پدیا چیزی ذکر کرده نشده است. اصلا هیچ چیزی نمیخواهم بنویسن در این باره. بیاید ما بریم با زبان دیگر. مثلا میگن زبان فارسی. خب ببینید در زبان فارسی بیا ما را با زبان فارسی برای شما بخوانیم. در زبان فارسی نسبت اسلانوف چی می‌نویسن؟ حالا دوستان گرامی این چیز را بدونید که ویکی‌پدیا زبان فارسی با تاجیکستان تعلق ندارد. در اساس همین تاجیکستان زیاد کوشش نمی‌کند که در این باره دخالت کند. برای همین اساس بیاید به زبان فارسی می‌بینیم. قدردین اسلانوف تاجیکی. قدردین اسلانوف در تاریخ در ناحیه رشت نوامبر خب سال تولدش رئیس جمهوری موقت تاجیکستان از 31 دکمبر تا دسامبر 1991 بود. او با استعفای رئیس جمهوری پیشین قهار محکموف به عنوان رئیس موقت شورای عالی شوروی، اینجا خوب دقت کنید، شورای عالی شوروی انتخاب شد. یکی از نخستین اقدامات اسلانوف به عنوان راهبر امضای فرمان برای توقف کلیه فعالیت هایی که حزب کمونیست تاجیکستان و ملی شدن املاک این حزب بود. ببینید این چیز خیلی مهم است. ببینید در زبان تاجیکی این چیز نوشته نشده بود. همونطور که شما ببینید، یعنی یکی از چیزهایی که مهمه که در طول یک سال حکمرانیش همین انسان کرد، اینجا ببینید تمامی دارایی حزب کمونیست، تمام املاک حزب کمونیست چیکار کرد؟ دولتی کرد. از حزب کمونیست برگرفت به مردم داد، به دولت داد. گفت که دیگر حزب کمونیست مالکیت نباید داشته باشد. شما اگر تصور داشته در گذشته تمام مالکیت ها از حزب کمونیست بودن، از دولت نبودن. در اینجا اسلانوف چیکار کرد؟ تصمیم دقیقی که گرفت تمام مالکیت حزب کمونیست که به عدد باز میگرفتن به روسیه و یا که به دیگر کشورها میبردن، اومد چیکار کرد؟ اون را گرفت دولتی کرد و هیچ حقی نداد که اون از اونجا برود. ببینید یک از تصمیم هاست. خب تصمیم دیگرش هم میبینیم. خب سپس
کنگره حزب کمونیستی تاجیکستان را در نیمه دوم سپتامبر 1991 تشکیل جلسه داد تا انحلاف حزب کمونیست اتحاد شوروی را اعلام کند. شما ببینید برای حزب کمونیستی همون روزه را بازم با کمک همین شخص چیکار کرد؟ تشکیل کرد جلسه را و این را از بین برد. خب ببینید و همچنان فرمان را امضا کرد که 9 سپتامبر به عنوان روز استقلال مشخص می‌گردد. ببینید اسلانوف این شورا را تشکیل داد و جلسه را تشکیل داد. در این جلسه حزب کمونیستی را از بین برد و چیکار کرد؟ روز 9 سپتامبر روز استقلال تاجیکستان اعلان کرد. آیا ما اگر که امروز همچون تاجیکستانی، همچون تاجیک در کشور تاجیکستان وقتی زندگی میکنیم، یک بار نظر میکنیم که همین کشور ما چه قهرمان‌هایی داشت و اسلانوف و امثال اسلانوف ها چه کارهایی را انجام دادن برای رسیدن به این ارزش بی‌بها. وقتی که ما امروز صحبت رحمانوف تماشا میکنیم، ساعتها صحبت میکند و هیچ نامی از این بزرگان گرفته نمی شود. بیاد با عمیق‌تر میرویم، عمیق‌تر میخوانیم، میبینیم که سببگار مرگ همین شخص چی شده است. ببینید اسلانوف از حزب کمونیست تاجیکستان و همچنان از دفتر سیاسی آن استعفا داد. در 23 سپتامبر نیروهای محافظه‌کار دولت تاجیکستان اسلانوف را برکنار کردند. رحمانوف نبیف را دبیر اول حزب کمونیست به عنوان رئیس جمهور گماشته شدند و در همان روز وضعیت اضطراری اعلام شد. یک سال بعد در طی مرحله نخستین جنگ در داخلی که پس از فروپوشی شوروی استقلال تاجیکستان را فرا گرفت، گزارش شده که اسلانوف در نوامبر 1999 گم شده است که به گفته یک منبع و توسط شبیه نظامی جبهه مردمی طرفدار دولت کشته شد، یعنی سنگک سفروف. اینجا نگاه کنید به معلوماتی که زیاد میرسد اسلانوف سبب استعفا دادنش از وظیفه که حزب کمونیست که در اونجا نفوذی بیشتر داشتن این را مجبور میکنند وقتی که امضا میگذارد که حزب کمونیست تمام مالکیتش به دولت برمیگردد و هیکل لنین از شهر دوشنبه برچیده میشود، کنده میشود، این باعث میگردد که چیکار میکند حزب کمونیستی که الکی توسط اسلانوف برکنار کرده شده بود، نابود کرده شده بود و علاوه بر این مالکیتش به دولت تبدیل داده شده بود، چیکار میکند؟ مجبور میکنن اسلانوف استعفا میدهد و در جاش محکموف را، در جاش نبیوف را چیکار میکنن؟ رئیس شورا میگذارن. و گذاشتن این نبیوف و سر این قدرت باعث گشت که تاجیکستان چیکار کند؟ به یک مرحله اضطراری بیاید برسد و عاقبتش این جنگ شهروندی و کشاکشی و همین رو میبینیم که بازم در سال 1997 همون سال اسلانوف را چیکار میکنن؟ در شهر قرغنتیبه خود سنگک با فرمان سنگک سفروف به قتل میرسانند. خود فرانت خلقی که امام علی رحمانوف جزء اون فرانت بود، قهرمانی ملت تاجیک و کسی که امضای اون را گذاشته است به قتل رساندند. و دقیق است که کسی را که امروز خود همین حکومت به قتل رسانده است در ویکی‌پدیا تاجیکی نمی نویسند. بیاز بازم اسلانوف را یک بارگه برای بینندگان به زبان تاجیکی بگذاریم که شما بازم یک بارگه این دانش ما را به زبان تاجیکی ببینید از زبان تاجیکی. در اینجا درباره قتل اسلانوف یک بارگه بخوانیم که چی میگوید. ماه نوامبر سال 1992 تاریخ دقیق نامعلوم توسط سنگک سفر کشته شد. اسلانوف را اشتراکچی فرانت خلقی دستگیر کردند و در مجسمه لنین در میدان مرکزی قرغنتیبه آویختند. ببینید درباره سیاستش، درباره فعالیتاش چیزی نمی نویسند، ولی درباره که چگونه سنگک سفروف را به قتل رساند او را می نویسند. یگان عنوانی که این انسان امضا گذاشته است در اینجا دیده نمی شود. بازم با حرفای بزرگ می نویسند که سنگک سفروف چیکار کرد؟ او را به قتل رساند.
خب ببینید، علاوه بر اینه که اسلانوف رو در شهر قرغن‌تپه به قتل میرسانند. علاوه بر این او را در نزد مجسمه لنین در میدان مرکزی قرغن‌تپه آویختند. ببین حالا یک شاعر، یک ارباب دولتی وقتی از دنیا میگذره در کجا گورش میکنند؟ در لوچاب قهرمان میسازند و در اونجا او را گور میکنند. ولی تو امروز اسلانوف در کجا گور کرده شده است؟ کسی که امضای سازشنامه، امضای استقلال کشور ما و شما را امضا کرده است و برای آن تلاش کرده است. هیکل لنین را، امضایش را برای برچیدنش از دوشنبه امضا نموده است. حزب کمونیست را انحلاف کرده است و علاوه بر این مالکیت این حزب را به دولت برگردانده است، به مردم برگردانده است. نامش در جایی نوشته نمی شود. دوستان گرامی، ما اگر که در این روند دورتر بریم، ما میبینیم که بعد از اونی که اسلانوف را از سر قدرت میگیرن، نبیوف را به قدرت میارن، مشکلات در داخل تاجیکستان و گردی همایی زیاد می شود و نبیوف توانایی اداری دولت را ندارد و تظاهرات ها و میدان ها روز تا روز زیاد می شود و در اینجا حکومت با مردمی که به میدان برآمدن و طلبهای خود را داشتن مبین آنها اختلاف می اندازد و میدان خود را در مبین آنها تشکیل می کند که این سببگاری جنگی بین دو میدان می شود و عاقبت این جنگ شهروندی رخ می دهد که ما و شما دیدیم که عاقبتش چی شد. و با اون چیزهایی که دیگر نبیوف استعفا می دهد، مشکلات ها به میان میاد، دیگه اوسش کنار میگذاریم. ولی سبب اون چیزی که نبیوف این میدان دوم را تشکیل داد و این میدان دوم سببگار جنگ شهروندی در تاجیکستان شد و آینده ما در 5 سال 150,000 نفر را به خطر رساندیم، یک دیگر را کشتیم. سببگارش این نفر بود و اگر که اسلانوف را میگذاشتن کار را که انجام داده ایستاده بود، ملی کنونی کشور ادامه میداد، کار به اینجا نمی رسید و امروز ما در این سطح قرار نمی داشتیم. ما میبینیم که در طول 33 سال در تاجیکستان هیچ چیزی تاریخی و علمی برای تدریس و طلبگان نوشته نشده است که هموطنان ما بتوانند از تاریخ ما یک چیز را بیاموزند و بدانند که در اصل گذشته برای مردم ما چی عصری بود و چگونه ما به استقلال رسیدیم و چگونه این اشخاص برای ما و شما خدمت کردند و این چیزها را متاسفانه در مکاتب دولتی امروز برای ما و شما درس نمیدهند و نمیگویند که جنگ شهروندی چگونه تشکیل شد و فرانت خلقی چگونه اسلانوف را به قتل رسان. این چیزها برای ما و شما امروز تدریس کردن نمیشه و چون در رأس این خود امام علی رحمانو قرار دارد در این حال و تا زمانی که رحمانو در سر قدرت باشد فرزندان این کشور شناختن نمیشوند، تدریس کردن نمیشوند و تاریخ آنها نوشتن نمیشود. بیایید ما برای نمونه مثال صحبتی امروزی یعنی دیروزه امام علی رحمانوف را در نزد مردم در شهر خوجند تماشا میکنیم و میبینیم که در این جشن استقلال چه صحبت هایی میکند و از چه نقطه ها حرف میزند. آیا از روند تاریخی به استقلال رسیدن ما و شما چی میگوید و چی یاد میکند؟ در عموم روز استقلال آن روزی است که ما و شما باید علاوه بر اینه که از دستاوردها صحبت میکنیم تأیید بیشتری برای به دست آوردن استقلال و چگونگی به دست آوردن استقلال و زحمت و تلاش اشخاصی که برای این کمک کردن ذکر کنیم، بیان کنیم، درس بدهیم برای نسل جوان که بدانند که در گذشته پدران آنها چگونه تلاش کردند و چی زحمت کشیدن، چی جان فدایی ها کردن که این استقلال به دست آمد. حالا بیایید نوار این را تماشا میکنیم و میبینیم و شاید که اگر اینترنت ما مشکل بود شما برای ما خبر بدهید که میتواند
یک مشکلی پیش بیاد برای اینترنت ما، ولی به هر صورت کوشش میکنیم که این نوا رو به شما برسونیم و اگر مشکل شد ما میتونیم بدون این نوا رو گذاشتن حرفای اونها رو برای شما برسونیم، حرفای رحمانوف. خب I'm going to show you how I made a خب دوستان گرامی، همین طوری که شما میبینید این روزی استقلال است، روزی پرزیدنت نیست، روزی جشن وحدت نیست، این روزی استقلال است و در روز استقلال طبیعتا مردم رسمی پرزیدنت رو در بدن خود نمی پوشند. همین طوری که شما در عکس میبینید در روز استقلال مردم تاجیکستان و جوانان اون کشور مجبور شدند که از پیراهن به بر کنند که در اون پیراهن رسم امامعلی رحمانوف در اون گذاشته شده است و مردم برای امامعلی رحمانوف قرصک میزنند و در اونجا نشستند و استقلال را شاید هم سبب امامعلی رحمانوف و گویا که امامعلی رحمانوف آورده باشد. همینطوری که شما نگاه میکنید در پیراهن همین جوانانی که پیراهن سفید به بر دارند فقط عکس های رحمانوف است و قرصک های اونها. خب شما دیدید که این جشن استقلال است، روز پرزیدنت نیست که امروز طرفداران حزب حاکم یا طرفداران امامعلی رحمانوف پیراهن امامعلی رحمانوف رو بپوشن و بیان در روز امامعلی رحمانوف این کارو بکنن، یا اینکه حد میگن روز انتخابات باشد که در روز انتخابات برای مثلا چیکار کردن، برای تشویق و تبلیغ کردن امامعلی رحمانوف این کار رو انجام بدن، و یا حتی روز سوگند یادکنی امامعلی رحمانوف باشد. بازم میگوییم که روزی سوگند یادکنی امامعلی رحمانوف است و مردم برای سپاسگزاری این کار انجام میدن، ولی میبینیم که مردم ما در روز استقلال عین حال تا اون درجه اومده رسیده است که پیراهن امامعلی رحمانوف را میپوشند و از بزرگانی که برای این استقلال جان فدایی کردن از آنها یاد کردن نمیشود، اسم گرفتن نمیشود. و در این پیراهن‌ها عین حال پیراهن کی می بود؟ پیراهن اصلانوف می بود. بیایید تماشا میکنیم. سلامت باشید، سلامت باشید. تشکر زیاد. هموطنان عزیز، حاضرین محترم، با کمال افتخار و سرفرازی کل مردم شریف تاجیکستان از جمله ساکنان سربلند ولایت باستان سغرا و افتخار جشن مقدس و بزرگ ملی 33 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان محبوبمان که در فضای صلح و ثبات کامل کشورمان تجلیل می‌گردد، بار دیگر صمیمانه تبریک میگویم. به همه هموطنان عزیز از جمله ساکنان ولایت سوخ و همه شما حاضرین گرامی، مهمانان عزیز، تندرستی، سعادتمندی و پیروزی و در راه عملی نمودن نقشه و نیت‌های سازنده و آبادگرانه کامیابی‌های روزافزون آرزو می‌نمایم. 33 سال قبل از این مردم تاجیکستان از برکت این رویداد بزرگ تاریخی یعنی دوستان گرامی، حالا صحبت های رحمانوف هم گوش دارید، ولی من اینجا بخشش که کمک پاوزا که گذاشتم قرار دادم ویدیو رو ببینید. عکسایی را که شما میبینید
از اول تا آخر، یعنی پیراهنایی میبینید همه پیراهنایی که از جوانای پوشیدن در عکسشون امام علی رحمانو، همه این پیراهنایی میبینید. از خوب دقت بتید، از اول این نوارم اگر شما دقت داده باشید تمام جوانانی که در اونجا هستند پیراهن دارن و اینا فکر نکنید که از دوستداری به امام علی رحمانو کسی این پیراهن رو پوشیده است. اگر از دوستداری می بود شاید یک دونه، دو دونه، سه دونه، چهار دونه، پنج دونه یا 10 دونه، یا اینکه اطرافای گوناگون یک کس مثلا اینجا دیده میشه، یک نفر دیگه اون طرف، یک نفر شو طرف، خب در مابین شاید که 5 نفر داشت، 20 نفر پیراهن نداشت، خب 20 نفر پیراهن داشت، 5 نفر دیگرش نداشت، شاید اینجوری دیده میشه. ولی همونطوری که شما میبینید مردم همه با پیراهن سفیدی که در اونجا عکس امام علی رحمه الله است در این میدان نشستن. خب دقیق است که سپارشی ایمیج ساختن امام علی رحمه الله و تبدیل دادن روز استقلال به چی؟ به دستاوردهای امام علی رحمه الله، نه به دستاوردهای ملت تاجیکستان، نه به دستاوردهای اون بزرگانی که برای این کار جان فدایی کردن. خوب دقت کنید. استقلال و آزادی تقدیر خویش را به دست خود گرفتند و با اعمار دولتداری ملی خود آغاز کردند. تاجیکستان به شرافت استقلال از جانب جامعه جهانی همچون دولتی صاحب اختیار دموکراسی و حقوق بنیاد و دنیوی اعتراف کردید و به عضویت کل سازمان‌های با نفوذ بین المللی پذیرفته شد. ولی در آغاز صاحب استقلالی کشور عزیز ما به ضربه دهشتبار تقدیر جنگی تحمیلی شهروندی گرفتار گردیده، خطر پراکنده گردیدن ملت تاجیک و از بین رفتن دولت تاجیکان به مسئله حیات و ممات تبدیل یافته بود. شما دوستان عزیز و هموطنان عزیز اگر نگاه کنید در اینجا یک نقطه خیلی مهم است، من برای شما تذکر کنم و اشاره کنم و توجه شما را جلب کنم که خوب دقت بدید که امام علی رحمه الله در این صحبت‌هایش چیکار میکند؟ زیرکی میکند. ببینید اول میگوید که در دوران استقلال یک گفته که در مملکت و جهان ما را همچون یک روز استقلال، دولت استقلال، صاحب استقلال، صاحب اختیار قبول کردن و پذیرفتن و نمیگوید در اینجا اساسهاش، سببهاش و کی تلاش کرد و برمیگرده زمانی رو که میارم میرسونه به این ربط میتیه که چیکار کرده است؟ خودش انسان کشته است، آدم کشته است و آمده می کار را انجام داده است. شما ببینید میگه که خب استقلال ما را شناختم و برمیگرده دوران جنگی شهروندی، الکی برمیگردن اون طرف، چون اینجا زیرکی میکنه، چون در دوران جنگ شهروندی عین حال گشتت کردن، ده ها کتاب نوشتن، همه کار کردن که گویا امام علی رحمه الله یگانه نجات دهنده سیاره ای است که جنگ شهروندی رو چکار کرده است، از کجای آمده است، خاموش کرده است، همه را صلح و ثبات به میان آورده است و کسایی که دشمنانی بودند که از کجای گویا سرمایه گذاری می شدن اونها رو به قتل رسانده است و از تاجیکستان بیرون کرده و صلح و ثبات را در تاجیکستان آورده است. و چرا؟ چون اینجا کوشش میکند که استقلال را به نام خود تعلق بتید و مردم را جلب کند و بگوید که این استقلال و این صلح و ثبات که این حال اینجاست، این را نتیجهش منم و تنها من. یعنی اینجا رو خوب دقت بتید که کجا فکر شما را میکشونه میبره، تا اینا که بگه که من چه کار کردم، نه اینه که استقلال برای ما فرصت داد که بیایم پرزیدنت شیم، بیایم رئیس جمهور شیم و برای ملت مثلا خدمت کنیم. خوب دقت بتید. تنها با عزم و اراده قوی و دستگیری و پشتیبانی مردم شرفمند کشور با ما میسر شد که آتش جنگ را خاموش کنیم، مردم پریشان شده را سرجم سازیم، هستی دولت جوانمان و استقلال و آزادی آن را حفظ نماییم. استقلال برای ما عزت و شرف انسانی، ننگ ناموس ملی و گذشته از این بزرگترین دستاورد و مقدسترین نعمت میباشد.
باعث قناعتمندی و سرفرازی است که شهروندان مملکت هر یک جشن ملی و دولتی خود، خصوصا جشن استقلال و آزادی وطن محبوب خویش را با زحمت سازنده و دستاوردهای ارزنده استقبال می‌نمایند. ساکنان زحمتکرین ولایت سوخت این دیار باستانی و از لحاظ استحصالات صنعتی ترقی کردن است تا امروز اقدام‌های بزرگ سازندگی و آبادانی را عملی نمودند. طبق نقشه در ولایت تا جشن 35 سالگی. دوستان گرامی توجه کنند، اکنون گذشت به تعریف و توصیف کارهایی که تا 35 سال یعنی که خودی امام علی رحمان و تلاش آن چیکار کرده انجام داده شده است. همون زیرکیه که برمیگذرونه استقلال را برای به نام خودش و هیچ گونه دستاوردهایی را که استقلال برای ما داده است و کیها این سببگار شدن ذکر نکرد و عین حال یعنی تمام صحبت‌های امام علی رحمانوف تا اینجا خاتمه یافت. صحبت‌های دیگرش فقط دستاوردها و مطلب‌هایی را که برای فایده خود خانواده امام علی رحمانوف به میان آورد اونها را انجام می‌دهد. خب بیا یک مقدارش رو گوش میکنیم تا اینی که باز نگوید که ما اتهام میزنیم که در دوام چند دقیقه دیگر فقط تمام حرفاش از دستاوردهای گویا 35 ساله که 33 ساله که ما چی دستاوردها داشتیم و چگونه شرکت ساختیم و چیکار کردیم که عاقبتش 2 میلیون مهاجر شد و ده ها گریزه های سیاسی در خارج کشور. خب بیا دوامش رو گوش میکنیم. استقلال دولتی، بنیاد و تعمیر و از نوسازی 12,000 انشاءات استحصالی و اجتماعی پیش بینی گردیده. به حالت 1 آگوست سال 2024 در شهر نایهای ولایت بنیاد و تجدید 6,700 انشاءات به انجام رسانیده شده است که قریب 58% نقشه پیش بینی شده را تشکیل می‌دهد. با استفاده از فرصت به کل مردم آبادکار ولایت از جمله به صاحب کاران وطن دوست و تشبثکار و شخصان سخاوت پیشه و خیرخواه برای اقدامات سازندهشان به خاطر آبادی وطن عزیزمان تاجیکستان منتداری بیان می‌نماید. خب دوستان گرامی، من دوام نوار امام علی رحمانوف رو برای شما نمیگذارم چون وقتمون کوتاه‌تر است و من میگذارونم چند چیز دیگر رو برای شما نشان میدم که برای رفتن امام علی رحمانوف به ولایت سوق چه کارهای انجام داده شد. چون صحبت‌های امام علی رحمانوف هم طوری که گفتم هیچ خوبی‌های برای ارزش و قدر استقلال کشور ما و شما نیست و هیچ جای در اونجا ذکر کرده نمی شود و قدردانی کرده نمی شود و از هیچ اشخاصه. من همینطوری که گفتم ما امروز متاسفانه باید روشن و آشکار بگیم که قدر استقلال و ارزش آن را نمیدانیم و اجرگزار آن نیستیم. استقلال آن چیز را میگویند که مردم آزاد باشد و مستقلانه بتواند در داخل وطن خود زندگی کند، تصمیم بگیرد، وطنش را بسازد، آباد کند و تیار باشد که برای وسیع کنانی سرزمین خود تصمیم بگیرد. امروز تاجیکا در همه جا در عذاب و اذیت قرار دارند ولی ما و شما حتی در داخل وطن خود توانایی تصمیم گیری و توانایی آزادانه زندگی را نداریم و زمینی ما فروخته شد. مقدار زمین دیگه من در قرقیزستان امروز انقلاب قرار گرفته است و ده ها مشکلات دیگری داریم که متاسفانه اگر ما از پیشروی هایی که رحمانوف گفت اگر ما از کمبودی ها بگوییم باور که زمین تا آسمان است. بر اساس همین ما دقیقاً میتونیم بگیم که ارزش و قدر استقلالیت تاجیکستان را ما تا امروز نتوانستیم بیان کنیم، نتوانستیم اون را نگاه بداریم. ما متاسفانه هیچ ارزش قائل نیستیم به هیچ بزرگانی که در گذشته تلاش و کوشش کردن. فقط همونطوری که میبینیم پیراهن‌های رحمانوف را میپوشیم و برای خوش آمدگویی که گویا برای ما یک مقدار پول بدهند، منصب بدهند،
از ما خوشحال شوند این کارا رو انجام میدیم و یک بار نظر نمیکنیم که در گذشته چی شد و چی کارهای انجام داد که این دولت خرد تاجیکان به میان بیاید. خود امامعلی رحمانوف دهها در روند این صحبترانیش دهها اشتباههای لغوی و تاریخی انجام میدهد و هیچ انسانی نیست که این را بگوید که تو در سطح یک پرزیدنت چون این کارها را انجام ندی و باید که دیگر حرفات در اینجا زده بشود. این روزی است که به مردم خوشبختی باید کرده بشود، به مردم باید درس گفته بشود، به مردم باید تاریخش را گفته شود. این چیزهایی است که مردم باید ارزش اون گذشتگان را بدانند و روز استقلال را بفهمند که امروز روزی است که ما برای این روز باید کار کنیم، بیستیم و مثل یک گرز آماده باشیم که خدا نکرده که کسی این روز استقلال را از ما نگیرد. ولی چون این درس در تاجیکستان داده نمیشد و هیچ کس پروایی آن ندارد که ما استقلال داریم و یا نداریم. همطوری که میبینید نه دوستان، من از یک چیز خوردی دیگر برای شما نشان میدیم. اگر شما یعنی کار رحمانوف چی است، این یک چیز خیلی خوردی است که همین هفته در تاجیکستان نگاه کنه 135 میلیون، ببینید 135 میلیون قرض بیگ صبور بخشید. ببینید امروز رحمانوف برای ما و تو میاد در یک جا میگه که من 110 کارخانه ساختم، 6 میلیون کارخانه. خب دیگه توکلش به خدا، هر چیزی میاد. ولی در دیگر جا میرود به داماد خود و فرزند خود 135 میلیون میبخشه. قرضی این مالیات است، مالیات پلی معلم است، پلی فقیر است، پنسیونر است. میفهمید مالیات کشور پلش را میگیرد و بیگ صبور و خدای خود میبخشد. این دستاوردهای 35 ساله و 33 ساله امروزه استقلال با داشتن امامعلی رحمانوف است و اجر گذاشتن بر در همین 35 میلیونی که امروزه به بیگ صبور را قرضش را بخشیدن. ما میتونستیم 10 کتاب به نشر برسانیم که از قدردین اسلانوف کیست و برای استقلال تاجیکستان چی کارهایی را انجام داد. شما میفهمید ما ده کارهای دیگه ای را میتونستیم انجام بدیم. شما بیاید یک کار بگید که برای امروزه استقلال و خودآگاهی ملی در تاجیکستان کتاب نوشته شده است و برید فلان کتاب رو بخونید که فلان کتاب برای خودآگاهی ملی تاجیکی نوشته شده است و اون تدریس کرده می شود و تمام دوران چگونه به استقلال رسیدن و چگونه زبان فارسی را در اونجا در زمان شوروی به رسمیت شناختن که زبان فارسی تاجیکیش کردن در این کارو انجام داده شد. امروز ما در تاجیکستان زبانی همون دوامی در زمان شوروی پدرای ما اجر گذاشتن زبان فارسی تاجیکیش کردن، فارسیش را برداشتیم گرفتیم تاجیکیش کردیم، حروفش هم عوض نکردیم و حروف روسی به همون دوران شوروی به همون پیش میریم. اینش اجر گذاشتن به استقلال و استقلالیت. این است اجرگذاری به مستقل بدن، به خود مختاری بدن. البته که نه، خود مختاری را کسی به دست آورده است، تا قدر او را ندانیم خود مختاری را ما به دست آورده نمیتوانیم. باید ما یادداشت کنیم، در گوش جوانان هر روز بگیم که امروز روزی است که پدرت، مادرت، فرزند پدرت جان فدا کرده است، جان فدایی کرده است که این روز به دست اومده است. این رو اگر قدر نکنی فردا به دولت میشی، به ملت میشی، به زبان میشی، به هویت میشی، به ناموس میشی، میگردی میره. هیچ انسانی تو اهمیتت نمیتید. هزارها ملت امروز ملت ها در دیگر کشورها میبینیم که در زحمت و دشواری قرار دارند. حالت تاجیکانی ازبکستان یک نمونه مثال است. از ملت خودشان دست کشیدن. در 3 روز در ازبکستان پاسپورت تمام تاجیک 15 میلیون تاجیک تغییر داده شد که همه ملتشون ازبک کردن. تمامی مدارس بسته شد. همین کافی نیست؟ یا با گفته لایق شیرالی تاجیک هم در وطنی خویش را به متهم است یا خطا رفته به تاجیک تولد شدن، یا که خطا شد که ما همین تاجیک تولد شدیم در همین وطن خود، در سرزمین خود. برای همین این حالتی است که امروزه متاسفانه استقلالی که ما میگیم و مستقلیتی که ما میگیم اون رو داریم و انجام میدیم.
من از همینجا پیشنهاد میکنم که ما باید برای استقلال کامل را ارج گذاشتن و مستقلیت کامل را احترام کردن و قدرشناسی و قدردانی کردن باید یک کتاب به نام این بزرگان بنویسیم و کوشش کنیم که اسم اشخاصی که برای خودآگاهی ملی از سالهای 80 تا 91 92 انجام دادن اسم آنها را باید بنویسیم و تاریخ آنها را بنویسیم به مردم تدریس کنیم. طاهر عبدالجبارов و دههای دیگر کسانی بودند که برای این ملت جان دادند، برای این ملت عمرشان دادند، وقتشان مصرف کردند، تمام کارها را انجام دادند تا اینه که ما و شما بتوانیم امروز آزادانه زندگی کنیم در وطن خویش، بتوانیم مستقلانه با زبان خودمان صحبت کنیم، اگرچه نوشتار ما امروز مشکل دارد. هر روز یک تاجیکستانی در یک کشور غربی به حکم تروریسم و به حکم دزدی و به حکم فلان بیسمدان زندان کرده می شود. استقلالیت کامل همی است. استقلالیت کامل اونی است که ما و شما امروز در خارج کشور حمایتگر نداشته باشیم. رحمانوف میگوید که ما را در کشورهای خارج همچون یک کشور صاحب اختیار شناختند و این یک سند مهم تاریخی است. سند مهم تاریخی را نوشتن ولی در روی این سند مهم تاریخی امروز خود توف کردی، این سند را به ارزش کردی، این سند را به لیاقت کردی. هیچ انسان این سند را به اعتبار نمیگیرد دیگر. ما میبینیم که تاجیکا در چه حالت قرار دارند. یک کشور خرد داریم، در داخل همون کشور خود ما تاجیکان احترام ندارند، زندگی آرام و آسایشته کردن نمیتوانند. باید برای یک جشن استقلال رفتن حتما باید پیراهن امام علی رحمانوف را بپوشند، باید با پیراهن امام علی رحمانوف به جشن استقلال بروند، وگرنه برای آنها مشکل کرده می شود. از هزار درایی که در اونجا نظارت کرده می شوند که در بدن آنها سلاح نباشد در بگذرند که تا اینه که بروند که در اونجایی که پرزیدنت یا که امام علی رحمانوف میاد در اونجا نشست بشینند. با علاوه بر این همون اشخاص میان که چیکار کنند؟ نزدیک و طرفدار حکومت همین امروزه هستند و یا که دانشجویی هستند که مجبور با اونجا برده میشوند با پیراهن‌های مخصوص. همیت صاحب اختیاری، نه انتخابات آزاد داریم، نه روزنامه‌نگاران مستقل مانده است در تاجیکستان، نه آزادی بیان داریم، همه چیز از بین برده شده است. استقلال کامل چی را میگویند؟ بیاید همین نواره یک دوامش را تا یک بار نظر کنید که رحمانوف چی کارها را انجام داد در طول 33 سال. شما میبینید وقتی که ما میگیم که امام علی رحمانوف دروغ میگوید و همه کار به خود ربط نیت، بیشتر مردم میگویند که شما به خاطر اون چیزی که مخالفی امام علی و حکومت آن این حرفا رو میزنید. ببینید امام علی رحمانوف در روز دانش چند روز پیش، روز 1 سپتامبر، از تمام رئیسان ناحیه‌ها و وزیران درخواست کرد که از طلبگان مکتب، از دانش آموزان برای مارشیروفکا و یا اینکه پیشوازگیری یک راهبر استفاده نکنید. همین حرف خود امام علی رحمانوف در روز دانش بود، روز 1 سپتامبر، چند روزی پیش، 10 روزی پیش. ولی در روز استقلالیت آیا از مردم ولایت سوخت پرسیدید که آیا مارشیروفکا وجود داشت یا که نداشت؟ مردم ولایت سوخت خودتان جواب بدید که آیا مارشیروفکا وجود دارد یا ندارد. امام علی رحمانوف باید طرف ناحیه رشت سفر کند. هر روز در ناحیه رشت مردم را چکار کردن؟ طلبگان را، دختران را، دانشجویان را میبرند مارشیروفکا. مجبوری، اجباری. آخه همه پیرمرد، همه موی سفید دروغ میگه هر روز به شما. کجا ایره شما سفید میکنید؟ من دستور دادم میگه این کارو نکنید. وزیران، رئیسان ناحیه کسی را نیارید به
با پیشوازگیری این کار را منع کنه، دخالت نکنه در وقتی آموزشی مردم. ولی مردم در ناحیه ایرش امروز در میدان شهرک هر روز آورده اونجا چیکار میکنن؟ تیاری میبینن که امالی رحمان با اونجا سفر میکنن. در ولایت سوغدم همین گونه در جشن استقلال همین کار انجام دادن. ببینید خب بخشش برادران شما ببینید دوستان همین سرود رو اهمیت بدید شما و مردم رو ببینید. این مردم همش دانشجو هستند. تاجیکیم تاج داریم قدیم ترین اولادیم تاجیکیم تاج داریم قدیم ترین اولادیم اوستا خاص کتابیم چو زردشتی اجدادیم اوستا خاص کتابیم چو زردشتی اجدادیم انجام چو یغلامن اولادی سپیدمن انجام چو یغلامن اولادی سپیدمن همه دنیا ما خبر زنده باتی سردیمه همه دنیا ما خبر زنده باتی سردیمه گدار تمن یا دوریم گدار تا پیشرفت کنیم سبیل تمن یا دوریم دوشتی چشرفت کنیم اگو در سی سه سال استقلال من مبارک ای اولادی دوشتک استقلال من مبارک مقصد خستی بورک ول کند یاد خشتک مقیف تخال خسوازک استقلال من مبارک امام علی ایرامون افروز بی مفتولا استقلال من مبارک. همین جمله را شما شنویدید دوستان و هموطنان عزیز و گرامی که اینجا فقط تعریف و تعریف و استقلال به خاطر خودی و حضور امالی رحمان و تبریک به آن است و همطوری که میبینید حتی رب در سرود و سرودخوانی و آماده ساختن همین جشن برای امالی رحمان است و در سرودهایی که میخوانند فقط استقلال رو رب میدین به امالی رحمان و امثال این. بر اساس همین برادران و خواهران عزیز و گرامی قدر وقتی که ما حرف میزنیم از اون چیزی که ما در تاجیکستان ارج به استقلال و آزادی و مستقل بودن نمیگذاریم و اون را اهمیت نمیدیم، همین است که ما میبینیم که در همه کارها ما و شما و حکومت امروزی خودکامه امالی رحمان کوشش میکند که فقط ربط بدهد به شخص پرستی و به یک نفر، در حالی که زحمت ها و تلاش های خیلی از بزرگان قوم ما وجود داشته است که این استقلال به دست آمده است و علاوه بر این همین ساز و سازشی که عین حال وجود دارد. شما ببینید مثلا همین مکتب‌هایی که عین حال یک تعدادش ساخته می شود از جانب تاجران، راه‌های ساخته می شود از جانب تاجران، مساجد و مدارس ساخته می شود از حساب تاجران، خانه ها توفیه می شود به
کم بضاعتان از حساب تاجران. اینا باید اجرگذاری کرده بشود و کار اینها هم هست. شرکت های ساخته می شود از جانب تاجران، جای کار تامین کرده می شود از جانب تاجران، ولی اینها هیچ کدامش ارج گذاشته نمی شود و گفته نمی شود و فقط با یک نفر همه این اسم گذاشته می شود، خودی امام علی رحمانوف یا به اصطلاح اونا پیشوای ملت، چیزی که متاسفانه هیچ فایده به فرهنگ ما، به تاریخ ما، به ملت ما، به آینده ما ندارد. از همین خاطر هموطنان و برادران و خواهران گرامی، خوب باید ما و شما اهمیت بدیم و تلاش و کوشش کنیم که شخص پرستی را کنار بگذاریم و بر بگردیم به یک نظامداری و مکمل بودن کشور تاجیکستان. ما اگر به نظام تکیه کنیم و نظام رو بسازیم، با شخص پروا نخواهیم کرد. شخص میاد و میرود ولی نظام باقی میماند و اون زمانی است که نظام بالای اون چیزی که ما استقلال را چگونه به دست آوردیم و استقلال چگونه به دست آمد و معنای و مفهومی اساسی استقلال چی است، او را برای ما و شما در مدارس تدریس میکند، از طریق رسانه ها میرساند و این باعث میگردد که ما و شما چیکار کنیم؟ یک زندگی شکوفانه داشته باشیم و آزادانه زندگی کنیم و هر لحظه ای که از وجود ما برای حمایه نظام و حمایه استقلال، حمایه وطن نیاز شد، همون روز چیکار میکنیم؟ آماده ایم بریم بجنگیم و وطن حفظ کنیم. وقتی که ما خودمون احساس این نظام نکردیم، جزء این نظام ندانستیم، در آن صورتی است که ما و شما چیکار میکنیم؟ در وقتی که حضور ما در چنین حالت ها لازم می شود، مثل این طوری که امروز در روسیه بیشتر مردم فرار میکنن، نمیخواهم برون بجنگن، این هم خیلی می شود دیگه. فرار کنی رو میبینیم و گریز میبینی و هیچ نفر از وطن خود دفاع نمیکند و این باعث میگردد که وطنت از بین میرود، استقلالت از بین میرود و تاجیکستان مثل روسیه باز بزرگ نیست، یک دولت خرده است که یک نفر یک کشور خرده حمله کند، امکان دارد که تعداد انسانایی که جزء این نظام خود را نمیدانند فرار کنند و در تاجیکستان هیچ نفری باقی نماند برای جنگ. برای همین هموطنان و برادران خواهران گرامی قدرم، از همه شما خواهش میکنیم که برای استقلال کامل و به دست آوردن اون مبارزه ببرید. این گونه نیست که استقلال رو ما همین به دست میاریم، بلکه باید مبارزه برد. باید تلاش کنیم که حکومت امام رحمانوف کنار بزنیم و تمام اشخاصی که در اینجا خدمت کردن، سهم گذاشتن، تاریخ بنویسیم و اسم آنها را برای این کارهایی را که انجام دادن در گذشته نوشته شود. و حالا شما ببینید کسانی که برای انقلاب آماده میشوند و اسم این کسایی که زحمت میکشند، تلاش میکنند که انقلاب میکنند، اسم اینها هم باید در تاریخ نوشته شود و قدردانی کرده بشود که اینها فرزندان بناموس این ملت بودند که جان فدایی کردند برای برقرار کردن حکومت کنستیتوسیونی که از جانب یک نفر، یک اولاد چور کرده شده است، غصب کرده شده است. اینها در آینده اجرگذاری میشوند. بر اساس همین وقتی که ما ببینیم گذشته ما امروز اجرگذاری کرده نمیشود، با مانند اسلانوف و طاهر جباروف و اشخاص دیگری که تلاش و کوشش کردند برای برقرار کردن حکومت کنستیتوسیونی، استقلال کشور ما و شما و علاوه بر این برای خودآگاهی ملی ما و شما کار کردن، وقتی میبینیم اینو اجر گذاشته نمیشوند، قدردانی کرده نمیشوند، پس ما میدونیم که عین حال اگر ما با این حکومت پیش بریم، با هیچ اشخاص دیگه در آینده فرزند امام علی رحمانوف هم بیاید، یک نفر دیگر بیاره، اجر گذاشته نمیشود و قدردانی نمیکنند. پس باید برای برقرار کردن حکومت مردمی ما و شما دویم باره کار کنیم، برگردیم به تاجیکستان بریم و تاجیکستان از دست این ظالمون نجات بدیم و وطن خودمون رو، کشور خودمون رو بسازیم، وگرنه هیچ کسی نمیاد برای ما و شما کشور بسازد، ملت بسازد و از اون هویت اصلی که ما و شما رو به اون جای اساسی میرساند بسازد، درس بتید. وگرنه همین طوری که در گذشته اسم ما را روشن و جمشید گفته در روسیه و در دیگر کشورها نام برده رشخند مو میزدن، همین گونه ادامه میدیم و همین گونه که اسم ما را امروز در جهان به اسم تروریست و فلان بسمدان میشناسن، همین گونه ادامه میدیم و با رحمانوف ما یک حکومت نخواهیم داشت که در اونجا تاجیک با همون قلم خیامانه و مثل سینا و رودکی و دیگر بزرگان قوم تاجیک چیکار کنن مثل اونها شناخته شوند، بلکه مثل امروزه اینها روشن جمشید و شکاتور چیکو امثال اینها در آینده شناخته میشن و این گونه میریم. برای برگردانیدن ناموس و اعتبار باید ما و شما چیکار کنیم؟
برگردیم وطن، امول الرحمن فراسر قدرت بگیریم و استقلال کاملی کشور را شعار کنیم برگردونیم و برای حفظ ناموس آینده کشور وطن سرزمین و استقلال مبارزه ببریم. واقعی دیگر پخش مستقیم ادامه نمیدیم برادران عزیز. ما امروز تصمیم گرفتیم 1 ساعت صحبت کنیم و 1 ساعت 6 دقیقه شد. ما اولی برنامه را کمش رو میبریم و ان شاء الله که برنامه رو در برنامه بعدی ان شاء الله بازم شروع میکنیم، ادامه میدیم. خدا نگهدار برادران، روز خوبی داشته باشین و استقلالتون بار دیگر مبارک باشد.